اگه دنبال چربی سوزی یا کاهش وزنی، بدترین کاری که میتونی انجام بدی اینه که هوازی بزنی. خیلی‌ها فکر می‌کنن که آقا شما هر چقدر ترمیل بزنی، بدوی هوازی بزنی، بیشتر چربی سوزی و کاهش وزن داری. ولی این اصلا اینجوری نیست. ببین اصلا سیستم چربی سوزی و کاهش وزن اولین چیز ربط داره به اینی که آقا من چقدر غذا میخورم و چقدر میسوزونم. بذار یه جور دیگه بهت مثال بزنم. من الان دارم پیاده روی نسبتا تون انجام میدم. توی 20 دقیقه یا نیم ساعت فرض بگیریم 150 کالری یا 180 کالری 200 کالری سوزوندم. اگر حواسم نباشه برم بیرون 2 تا دونه اورو یا 3 تا دونه ساق طلایی بخوری، کاملا برگشته. پس حالا چیکار بکنیم؟ اگر میخوای وزنت کم بشه، تو باید بیشتر بسوزونی تا اون چیزی که غذا میخوری. اینجوری وزنت میاد پایین‌تر. من میگم که آقا بیشتر به غذات برس، اما هوازی هنوز میتونه برای سلامتیت، سیستم قلب و عروقت، سلامتی مغزت و مخصوصا سلامتی روح و روانت خیلی اثر خوب داشته باشه. ولی یه راه و چاه داره. برام کامنت بذار هوازی تا توی دایرکتت بهت یه برنامه تمرینی هوازی رو بهت بگم که چجوری باید استفاده بکنی تا اینکه بهترین نتیجه رو بگیری.